مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده سلام. امروز قصد داریم که یه سری اسناد محرمانه و عجیب و پیچیده از شبنم نعمتزاده دختر وزیر سابق صنعت معدن تجارت ایران برای شما منتشر بکنیم و کلا این دخترای وزیرا حسابی چاپیدن این مملکت ها، بهتره بگیم این آقازاده ها و فاضلاب زاده ها. بریم یه تیکه راجع به دختر وزیر آموزش پرورش و کلا این دخترای وزیر ببینیم که آقای جهانگیری آنچنان از مظلومیت دخترای وزرا صحبت میکنه که آدم دلش کباب میشه. بیایم تا این اسناد محرمانه رو بهتون نشون بده. وزیر آموزش پرورش ما میره لباس بچه از کشور ایتالیا میاره. مظلومیت دولت ملت ایران ببینید. گفته میشه که در خانه یک وزیری قاچاق بوده. یه دختر این وزیر داره فوق لیسانس داشته، بیکار بوده، کار شرافتمندانه انتخاب کرده. شرافت شما خیلی به ما کمک کرده. 200 میلیون تومان کل ارزش لباسی بوده که این وارد کرده. 200 میلیون؟ نه، اینجوری که میگی خیلی زیاد به نظر میاد. 200 میلیون تومان. لباتو لوله کن ببین، باید بگی 200 میلیون تومان. 200 میلیون ببین الان کم به نظر. آره واقعا به نظر 5-6 میلیونه. آره ببین یه بار دیگه. 200 میلیون تومان کل ارزش لباسی بوده که این وارد کرده. 200 میلیون دستم اینجوری بود. 200 میلیون. حتی تا مثلا 500 میلیون هم میتونه. 500 میلیون میبینی؟ شما فکر کردین مردم اقتصاد ما درست میشه؟ هرگز. خدا رو شکر. بله دیگه دیدید ویدیو رو. اما میرسیم به خانم شبنم نعمتزاده دختر وزیر سابق صنعت معدن تجارت که کاملا بر اساس استعداد، توانایی و بدون هیچ رانت و لابی تونستن خیلی ریز اختلاسای میلیاردی انجام بدن که چند روز پیش دادگاهشون برگزار شد که قبلا با این تیپ بودن، بعد یهو پوشششون شد این تیپ و خیلی شیک و مجلسی وارد دادگاه شدن. اما اتهامات دختر آقای نعمتزاده هم جالب هستش. بریم اتهاماتش رو بشنویم، بیایم یه توضیحاتی بهتون میدم. فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد مؤسسه پزشکی در استان مذکور بدون مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، نگهداری غیرمجاز دارو بدون انجام تشریفات قانونی در حکم قاچاق. آیا اتهام انتصابی را قبول دارید؟ مدارکی وجود داره که اتهام انتصابی را قبول دارید یا خیر؟ ببینید بدهی رو ما داریم. بله دقیقاً. خانم شبنم نعمتزاده اتهامات انتصابی را قبول دارید یا خیر؟ بعد دفاعیتون ارائه بدید. قبول ندارید؟ نه همشو. خب دفاعیتون ارائه بدید. شما بازداشت شدید، بیم فرار و مخفی شدن شما بود. شخصی که برای شما سند گذاشته، سندی که برای شما گذاشتن یه فردی متولد 1373 به نام آقای امیر بارانی در دادگاه حاضر نشده. ایشون بیش از 20 میلیارد تومان برای شما اسناد ارائه کرده و گفته بازم اسناد داریم که این ردیابی‌های مالی باید انجام بشه. اساساً این آقا از کجا تونسته این همه سند بیاره؟ خب اونجوری که قاضی پرونده خانم نعمتزاده میگفت، یه آقایی به اسم آقای سید امیر بارانی که متولد 1373 هستش، دهه 70، برای دختر وزیر اومد یک وثیقه 20 میلیاردی گذاشته. یعنی بمیرم براتون، اصلا ناراحت میشم شما فکر کنید که بچه دهه 70 حسابی کار کرده و زحمت کشیده و حاصل دسترنجش بوده که وثیقه دختر وزیر گذاشته. بعد ما اومدیم یک استعلامی کردیم، عکس شناسنامه‌شو به دست آوردیم. این شناسنامه آقای سید امیر بارانی متولد 73 هستن، 11/10/1373. اما این نکته جالبتر وجود داره که نام پدرشون خیلی تو چشم میاد، آقای سید معین بارانی. و قبل از اینکه راجع پدرش صحبت بکنیم چند تا از عکسای این آقای سید امیر بارانی رو ببینید که کلا اهل اشغال هم هست دیگه. اصلا هم ناراحت میشم شما فکر کنید که این پولا با رانتولابی به دست اومده. بله یه پول نفتی بوده که اومده سر سفره این آقازاده ها و افرادی که رانتولابی میکنن. اما باباش آقای سید معین بارانی که اومده شرکت معین موتور رو تأسیس کرده که شرکت معین موتور یکی از بزرگترین و بهتر بگم تنها شرکتی هستش که پورشه آلمان رو وارد ایران میکنه، ماشین پورشه رو. و نکته جالب‌تر این هستش که در
در سال 1388 همین آقای معین بارانی یه مبلغ ناقابل 100 میلیون دلار از بانک توسعه صادرات ایران پول گرفته. نامه رو هم میبینید که توی نامه گفته شده که به استحضار میرساند آقای سید بقیه‌اش رو شطرنجی کرده، اون منبعی که منتشر کرده، و گفته که در سال 1388 2 فقره قرارداد وام مبلغ 100 میلیون دلار از بانک توسعه صادرات ایران دریافت کرده که متاسفانه علیرغم تمامی مساعدت‌های انجام شده تاکنون نسبت به ایفای تعهدات خودش اقدام مثبتی به عمل نیاورد. نامه رو دیدید؟ یعنی چی؟ یعنی اومده 100 میلیون دلار پول ناقابل بابایه گرفته، پس هم نداده. بعد از اون طرف پسرش اومده خیلی ناقابل 20 میلیارد وثیقه گذاشته برای دختر وزیر سابق صنعت معدن تجارت. حالا اینکه چه ارتباطی بین وزیر صنعت معدن تجارت ایران و این وارد کننده پورشه هست، اصلا من ناراحت میشم شما فکر کنید که رانت و لابی و چیزی بوده. اما ادامه دادگاه رو ببینیم و اسناد دیگه بهتون نشون میدم جلوتر. تضمیناتی هم که پدر شما گذاشته موادش رو به پایانه، ضمانتنامه‌های بانکی رو به پایانه، برای همین صادر شد. من در خدمت شما هستم. به همین خاطر قرار بازداشت موقت شما صادر شده. خانم شبنم نعمتزاده جهت خرید زمینی در لواسان مبلغ 2.5 میلیارد تومان از شرکت پخش پول گرفتند که اسناد آن هم موجود میباشد. ایشان بعد از اینکه انبارهای شرکت بسته شد به دنبال این بود که انباری را به صورت مخفیانه اجاره نماید و اقلام وارداتی خود را به آنجا منتقل کند. اما بعد از این جلسه دادگاه آقای نعمتزاده وزیر سابق صنعت معدن تجارت بالاخره واکنش نشون داد و گفتش که آره سر دختر منم کلاه گذاشتن، یه شرکتی بوده سرش کلاه گذاشته. این آخرین واکنشش بوده. بشنوید اینو، بیاد یه سه توضیحات بهتون بدم. اگه اجازه بدید یه پرسشی هم داشته باشم، امیدوارم که روی فشارتون تاثیر نذاره. این در واقع پرسش مربوط به حریم خصوصی شماست. اگه مایل بودید میتونید بگید که جواب نمیدم. و اون مربوط به دختر خانم شماست که راجع به موضوع دارو صحبتایی درباره‌شون مطرح شده. اینها ممکنه به ما اطلاع دقیق بدید که داستان از چه قرار بوده و چه اتفاقی الان افتاده، تو چه مرحله‌ای از پرونده؟ ایشون بالاخره هم در گذشته مقدار واردات دارو اینا طبق مجوز داشتن. چند سالی که شرکت پخشی رو با مشارکت فردی به وجود آوردن. متاسفانه این شرکت متضرر شده. ایشون فقط بدهی دارن، هیچ چیزی ندارن، ربطی هم به دارو نداره. بیش از 1 سالی است عملا فروششون متوقفه. بله. عرض کنم منتها خب شیطنت هایی هست، عرض کنم مسائل رو سیاسی میخوام بکنن و حال این که ایشون یه بدهکاری است که باید کار کنه، بدهیشو بده، با شریکی داره. متاسفانه اون مدیر متخلف بوده، فراریه. مدیر شرکتی که ایشون داشتن بله متخلف و فراری. آخه خبرگزاری‌ها گفتن که ضرر و زیان شرکت شده. آخه خبرگزاری‌ها گفتن که حکمی درباره ایشون صادر شده، به خاطر قوه قضاییه که بالاخره باید تحقیق بکنه دیگه حکم. بله خب میکنن، رسیدگی میکنن. خیلی ممنون، متشکرم. جالبه دیگه، میگه سرش رو کلاه گذاشته بودن. اما همین آقای نعمتزاده اون موقعی که وزیر بود، یعنی تا همین چند ماه گذشته، میگفتش که آره دختر من 14-15 ساله تو کار داروه. دیدید که نماینده دادستان هم گفتش که احتکار دارو هم می‌خواسته بکنه و داروسازه و بر اساس توانایی خودش تونسته داروها رو وارد بکنه و داروسازی انجام بده. اون موقع حرف از کلاهبرداری نبود چون خودش وزیر بود. مهندس گفتن که افرادی با فامیلی شما در کار دارو و کار پتروشیمی هستن. آیا بستگان شما هستن؟ بنده دخترم از 15 سال فکر کنم بیشتر داروسازه. 15 سال پیش این مصاحبه سال 86 انجام شده. 15 سال پیش میشه 1300 و سال 96 بوده. عذرخواهی میکنم، یعنی از سال 1300 مثلا 80-81 واردات دارو. موقع هم که ایشون اصلا نگیم وزیر بوده ناراحت میشم. همینجور دخترش یه زرتی واردات دارو انجام داده. خب حتی خودش میگه واردات دارو نه، داروسازی. خب عرض کنم بنابراین به خاطر شغلش تو کار دارویی یکی از روزنامه‌ها نوشته بود از قول یکی از نماینده‌های محترم مجلس که دختر ما چیه داروست
مافیای دارو. بعد میدونید که این آقای نعمتزاده کلا به سلطان ثبت شرکت و شرکت‌های مختلف معروف هستش و همسر آقای نعمتزاده خانم مریم بختیار هم جالب هستش. سال 1372 زمانی که آقای نعمتزاده وزیر صنعت معدن تجارت دولت آقای هاشمی رفسنجانی بود، خیلی ناقابل یک زمینی به متراژ 4688 متر که سندش رو هم می‌بینید به صورت محرمانه هستش رو اون موقع میخره در منطقه ولنجک که بهترین منطقه تهران هستش 20 میلیون تومان، که اون موقع زمینه خیلی بیشتر از اینا میارزیده. ناقابل 4000 متر زمینه میخره 20 میلیون تومان. بعد با چه عنوانی؟ با عنوان اینکه میخواد یک مدرسه غیر انتفاعی بزنه. بعد سال 80 میاد 2000 متر از این زمین رو تغییر کاربری میده میفروشه، در صورتی که شما زمین رو برای ساخت مدرسه گرفتی که نمیتونی بفروشیش. بعد دوباره پشیمون میشه، این زمینه رو پس میگیره و خیلی شیک و مجلسی میاد و از این امتیازاتی که همسرش داره استفاده میکنه. شرکت توسعه دارویی رسا 4 میلیارد تومان از بانک ملت و 4 میلیارد تومان از بانک شهر و برای رسا فارمت حدود 4.5 میلیارد تومان از بانک ملت و مبلغ 6 میلیارد تومان از بانک سینا بانک وام بانکی دریافت کردم. سرمایه شرکت در پایان سال 1396 حدود 209 میلیارد ریال بوده که حدود 85% سهم شرکت متعلق به خانم شبنم نعمتزاده و 15% آن متعلق به آقای احمدرضا لشکری پور میباشد. دختر آقای نعمتزاده هم همونجوری که در دادگاه گفته شد یه شرکتی داشته به اسم رسا که این شرکت به شرکت‌های دیگه ناقابل یه 20 میلیاردی بدهکاره و اسناد بدهکاریش رو هم میبینید و توی دادگاه هم که خیلی شیک و مجلسی میزنه زیرش، میگه نه من اصلا اتهاماتو نمیپذیرم. باباش هم که میگه که این بدهکاره، اصلا ناراحت میشم شما فکر کنید که ایشون رانتولابی کرد و احتکار دارو و کار دیگه انجام داده. اما در جلسه اول دادگاه که قرار جلسه دیگه هم اتفاق بیفته و برگزار بشه، قاضی پرونده در خصوص پرونده و فشارها و لابی‌های پشت پرده هم صحبت میکنه که میگه که فشار و لابی نیست و امیدواریم که فشار و لابی نباشه و در خصوص جلسه اول دادگاه اینطوری صحبت میکنه. حالا برخیا آقازاده هستن، برخیا شناخته شده هستن، آیا تسلیم این فشارها میشید؟ آیا کسی تماس میگیره که بگه که آقا فلانی هسته؟ خوشبختانه کسی به ما فشار نمیاره و ما هم اصلا توجه به این حواشی نداریم و در واقع میتونن فرایند دادرسی های شعبه ما رو ببینن که اکثرا خب مسئولین و اشخاص خاصی هستن. تا حالا کسی مداخله نکرده، نه چه درون سازمانی چه برون سازمانی باشه. وظیفه قاضی هم اجرای قانونه. ما هم تسلیم نمیشیم تا زمانی که این وظیفه محول شده، تا زمانی که هستیم قطعا رسیدگی میکنیم عادلانه، قانونی و با قاطعیت. داشت دادگاه برگزار میشه، تو فضای مجازی یکی دو تا عکس اومد قبل از عکس متهم، بعد عکس متهم. خب با نسبت به پوششش یه بخشای انتقاداتی شد. نمیشه حالا یه سازگاری باشه که خیلی من شفاف و رک بگم. بعضیا میگن خب حرمت این چادره حفظ بشه. از اونجایی هم که رئیس قوه قضاییه اعلام کرده بود که متهمین نباید با چادر بیان دیگه، با همون لباس خودشون، نمیشه این الزامی وجود داشته باشه که طرف با همون تیپی که بوده، با همون پوششی که بوده بیاد. ببین خودشون تمایل دارن بعضی از متهمین با پوشش در قالب چادر یا مانتو و غیره حاضر بشن. ما الزامی در این خصوص نداشتیم. ایشون در زمانی هم که اومد کیفرخواست بهشون ابلاغ شد با چادر بودن، امروز هم به خواست خودشون با چادر حاضر شدن. ما الزامی نداریم. اگر بخوام با مانتو هم حاضر بشن باز ما ایرادی بهشون نخواهیم گرفت. شخصی خودشون انتخاب میکنن. بله، خودش که شما انتخاب بکنید. الزامی نداشتیم. اما نتیجه گیری پایانی این هستش که چجور یک بچه دهه 70 پولای میلیاردی به دست میاره. حالا اصلا ناراحت میشم شما فکر کنید رانته، ما چیزی رو اصلا اینجا تایید تکذیب نمی‌کنیم و 20 میلیارد وثیقه میذاره برای دختر وزیر. کسی هم نمیره خیرشون رو بگیره بگه این پول از کجا آوردید. البته خود قاضی گفته بود که بعد بررسی بشه ببینیم آقای سید امیر بارانی که متولد 73 تو دادگاه نیامده از کجا این پولا رو آورده. الان فردا میشنوید که بچه از ایران فرار کرده. حالا صبر بکنید یه چند روز دیگه خبرش میرسه بهتون. یعنی اینا فلنگو میبندن میرن، کسی هم خفتشون نمیکنه دیگه. کلا دور همن دیگه، یه نونورانتی دور هم دیگه میخورن و امیدواریم که این پرونده و سایر پرونده ها به نتیجه درستی برسه که دست دزدا و کلاهبردارا و
لابیگرا و اختلاسگرا کوتاه بشه و ازتون تقاضا میکنم که این ویدیو رو به اشتراک بذارید و حتما لایک کنید و کامنت بذارید. برامون ممنون که تا این لحظه با رسانه پشت پرده همراه بودید.